هر کدوممون یه دونه تخم مرغ داریم و با استفاده از 3 تا بودجه‌ای که کاملا به صورت شانسی انتخاب قراره بشه، قراره از تخم مرغمون در برابر 3 تا عامل طبیعی محافظت کنیم. اولین عامل پرتاب از ارتفاع، دومین عامل ضربه با چکش و سومین عامل آتش سوزی. عایق و حفاظی که برای تخم مرغتون درست می‌کنید باید در مقابل این 3 تا واکنش مقاوم باشن. حاضرید بریم انتخاب کنیم بودجه‌مون یا نه؟ چی؟ نمیشه. داشت نیمرو میخوردیم دیگه، چه کاری؟ خدای منم بودم. $5 500,000 تومان براتون چنان عایقی درست میکنم که بفرستیش وسط کشتی نوح. بفرمایید. $5 بفرمایید. من الان اینو بکنم کجا؟ بریم خرید کنیم. چی خرید کنیم؟ بریم خرید کنیم. چی بخرم؟ من فردا خرید. فردا؟ من فردا. من همین الان میرم. من فردا خواب پا شدم. کل عایق‌های این شهر رو میخرم برات. خلاص با نام یاد خدا اول استارت می‌ذاریم که خیلی خیلی خوشحالم که 500,000 تومان بودجه دارم برای این چالش. 500,000 تومان بودجه دارم. بعدش هم اینجا دیدم 20 تومن. 20 ببین 20 تومن. 20 تومن. من با تو چیکار کنم؟ $1 دارم. تو میتونی. تو هر چقدر که قیمتت پایین باشه برای درست کردنت، قیمت خودت بالاه. تو باید قهرمان بشی. تخم مرغ باید اول خودش داخل یک محفظه قرار بگیره که اگر آتیش بهش رسید، چون که آتیش مرحله آخره، خودش رو چیز کنه، رها کنه. تخم مرغ تو این میره کاریه که واقعا چه کاری. این آبم میشه قربونت بشم، توش آبه. همه چی شو بالا پایینشو ابر میذاریم، توشو آب میذاریم که دیگه کامل کارو در بیاره. باید سعی کنیم ببینیم که چی پیدا میتونیم بکنیم. این نصف بودجه‌مون رو میگیره. 100 تومنه. ولم چه کار باش. این پارچه ها چنده؟ 105 تومن. پارچه برمیداریم. یه فکری دارم. 80 تومنه اینا. از اینا برمیداریم. 2 تا از اینا. چرا 160 تومن. یه قیمت نداره دیگه. بر نداریم یه 500 تومن همین باشه. نه برای ویدیو نیست، برای خودمه. برای مرحله ضربه ها من به نظر ما میتونیم از یک سدل زباله استفاده کنیم چون پولشو داریم. گور پدر سدل آشغال. 160 من تقریبا کل بودجه‌مو خرج کردم. یه ذره دیگه مونده، فکر کنم یه 20,000 تومان دیگه مونده. من چسب نیاز دارم. من سریع بودجه‌م تموم شد. تا اینجا کل خریدایی که ما انجام دادیم تا الان شده 351,000 تومان. یعنی من 151 تومن دیگه هم دارم. حاجی بردن، خدای مردن. تخم مرغشون دیگه اون میتونست جوجه بشه. آقا به کسی نگید. خب من میخوام اینو برای اطمینان بردارم. از اونجایی که من شونه تخم مرغم دارم و میدونم که سوپرمارکتایی که دارن، یعنی سوپرمارکتی که من بخوام برم اینو ازش بخرم از من پول نمیگیره، پس این فری در میاد. من شونه تخم مرغو به صورت فری گرفتم. اون چسبه رو یادتون نباشه، من چسبی ندارم. آقا من الان به ماهان یه زنگ زدم و بهش گفتم که محموله رو بیاره کارمون ردیفه. بچه‌ها من فکر می‌کردم این قیفا 80,000 تومنه. 8,000 تومنه. من 91,000 تومن فقط خرج کردم. یعنی حدوداً 150 تومن دیگه هم میتونم خرج کنم. برم تو بازم میشم چیزی بخرم. صبر کن. یه ذره پلن عوض شد. ولی آیا فکر کردی که تموم میشم اینجا؟ پنبه ضد ضربه. چنده این؟ نزده ببین. عیب نداره، فکر کنم 2 تاشو بردارم عمرم بشه 150 تومن. این سبد حصیری‌ها احساس می‌کنم ضربه‌گیرهای خوبی هستن. فعلا اینجا باشه تو ذهنم. می‌خوام یه دونه از اینا رو بردارم، سعی کنم ببندم. این دوتا رو بذارم رو هم جو بشن تو هم. این دوتا ولی به پارچه بیشتری نیاز داریم. یعنی ما فقط به چسب نیاز داریم. پارچه رو گذاشتم، دوتا گلدون گرفتم، یه همینجور دیگه اوکی. من الان اومدم که محموله‌مو بگیرم. محموله‌مو بده. من پیش رفتم استرالیا و از کوالا کوالاه واسه یه دونه گرفتم. محموله منه بچه‌ها. از خونه‌شون آورده. نه استرالیا رفت. همون از استرالیا اینو آورده. من هنوز $1 رو خرج نکردم و اینی که الان دارید اینجا می‌بینید هم جز $1 حساب نمیشه. خودم می‌خوام بخورم. جای بچه‌تون پیش من امنه. باید یه چی درست کنم که حواسش به بچه اینا باشه. اینا بچه‌شون رو سپردن به من. ببین تو اگه بری تو شکم من میتونی سالم در بیای. فکر نکنم. ببین قیمتو که بردی، مسابقه رو هم میبری. اول از همه پارچه هامون رو در میاریم.
من بودجه رو حتی کامل هم تموم نکردم. خیلی جالبه. قیمت همه اینا در کنار همدیگه شده 460 تومن، یعنی کمتر از 500 تومن من خرج کردم. خب ما باید چیکار کنیم؟ ما باید اینجا اینو بذاریم اینجا، ولی قبل اینکه اینو بذاریم اینجا چون هیچی نریم که بخریم، بعد همین 4 تا دستمال کاغذی می‌ذاریم. اونم دستمال کاغذی کافه. آره دستمال کاغذی من نیست، دستمال کاغذی کافه است. تخم مرغ رو میپیچیم دور پارچه. بچه‌ها این شد تخممون. خب ما می‌ریم یه دور دیگه هم روش پارچه اضافه می‌کنیم. خب آجی این راحت میتونی باش توپ بازی کنی. من حس میکنم این حتی این حتی یه پارچه دیگه هم میتونیم روش بیاریم. اینجوری قیف و کیپ میکنیم. میبینید؟ این قشنگ این دو سر قیف ضربه گیرن. حاجی مهندسی کار رو داری؟ اول از همه ما باید ببینیم که آیا این تخم مرغ ما در این بله جا میشه. ما فقط یک ابر رو مخصوص این میذاریم که بره داخل این و آب جذب چی میشه؟ جذب ابر میشه. حالا ببین چیکار، ببین چطوری یک تیکه ابر برداشته میشه و وارد قمقمه ما میشه. دوستان که دارین سعی میکنید که تخم مرغتون رو نجات بدید از عوامل طبیعی، باید توجه کنید که تخم مرغ کاملا باید در بر گرفته بشه. تا ناموس پرش میکنیم. اگر فکر کردید که کار همینجا تمام میشه، خیر. برای مرحله آخر چیزی که قرار تخم مرغ رو نجات بده این آبیه که ما قرار بریزیم روی ابر. بعد از اینکه تمام آب رو ریختیم داخل ظرف، در بطری رو بسته نگه می‌داریم و هم میزنیم. ما برای اینکه بخوایم از اونا بهتر عمل کنیم چیکار میکنیم؟ ما دوباره یه دستمال کاغذی دیگه چیکار میکنیم؟ میتوستیم. اینا هم برای کافه است. من نمیدونم بچه‌ها الان دارن تو این موقعیتی که من دارم چنین چیزی رو درست میکنم، اونا دارن چی درست میکنن، ولی ما قرار بود فویل بکشیم. آتیش بچه‌ها فویل در برابر آتش مقاومه. شما اگه فویل بکشی بازی رو برد. ادیتور بچه‌ها اونجا چسب رو دیدن ولی اینجا نذاری چسب رو ببینن ها. یه پارچه بذاریم، یه ضربه‌گیر بیرونی هم باید داشته باشه. حالا که ضربه‌گیر بیرونی رو داشت میذاریمش تو ضربه‌گیر سخت کار. این قشنگ ضربه‌های سنگین رو بگیره. حاجی من این مسابقه رو باید برنده بشم. شما نمیفهمید منظور من چیه. این از این حاجی این راحت از تخم مرغ مراقبت میکنه. فویل همچنان فویل میکشیم، انقدر فویل میکشیم که بدونیم فویله کار رو در میاد. اوکی دیگه نه الان. آفرین. خدای محکم. آره. توپ آلومینیومی. توی و چسبی. ها. مرسی به اصل ماجرا. اصل ماجرا یعنی چی؟ یعنی که یکی بالاخره باید از این محافظت بکنه یا نه؟ چرا نمیره تو؟ خب همونطور که داری ببینید بطری ما وارد لیف شد. البته چون پاره شد و در مرحله بعد صندوق ابزار گم شدهمون رو باز میکنیم. تموم شد. من بردم. من رسما بردم. ما اینا رو علمی انجام میدیم، الکی نیست. اینا ما همه نه 2 تا پنبه برای که 2 تا فقط ظرف پنبه گرفتم که فقط 2 تا بذارم تو این ورش. بریم برای قسمت تست محافظت این باکس. اولین مرحله خب پرتاب از ارتفاع. خب همونطور که دارید میبینید اینو من به بچه‌ها نشون نداده بودم. با استفاده از ابرهایی که برای من به جا مونده بود اومدم اینو مهرموم کردم. داخل این یک بطری آبه، یک قمقمه آبه که داخلش محصور شده با کلی ابر و داخلش آب ریخته شده تا از احتراق جلوگیری کنه. حالا اون بطری آبه توی چیه؟ توی یک لیف محصور شده و دور اون لیف باز هم ابره. ببینم چیکار می‌کنی. تو بیا بیرون. آقا مطمئن اینا 50000 تومان شدن؟ آره محمول قاچاق اینو ببینن میگیرن والله. اینها بارها و تعداد پرتاب و تعداد چکش هایی که قرار بخورن بیشتر میشن. یعنی حامی اگر 50000 تومان بوده یه دونه ضربه چکش میخوره و یک بار پرت میشه. هواپیما وای هلیکوپتر چلو. به نظر من از کسی که قیمت پایین و بودجه کم از اون گاوه شروع کن. حاجی به خدا اونجوری گاو بود. باید کمتر شو. 3 2 1 تو مال من. حاجی از شانست همون لحظه باد نیومدی. آره اینو فعلا نگه می‌داریم و آخر ویدیو قراره که متوجه بشین که تخم مرغ زنده است. حاجی تخم مرغ شکست. 3 2 1 حیوان برو. حاجی هیچیش نمیشه. دیدی گفتم 3 این هیچیش نمیشه. 1 هیچیش نمیشه.
من ضد ضربه ساختم داداش. میخوره زمین انگار هیچی نیست. ببین من یه چیزی بگم، موقعی که داشتم اینو میساختم من سعی کردم که علاوه بر ضد ضربه باشه سبک باشه. همونجوری که گفتم چون مال علیرضا از همه سنگین تره، وقتی بیفته آسمون زمین خوردنش با انرژی بیشتریه. خب اینجا تو اشتباه کردی. حالا این ضربه گیرا شاید کمکت کنن شاید نکنن. 3 بار پرت میشه آسمون، درسته؟ بله. چقدر بالا پرت کرد. خیلی بالا پرت کرد، جوری که از دوربین زد بیرون. فاک الان چیکار باید بکنیم؟ الان با یه بار من بندازم چش. آره یه بار دیگه ببین. تو یه جوری درست می‌گردی که این تکون نخوره توش. آره. خب دوستان همونجوری که آمیکه من اومد حرف بزن. خب دوستان عزیزم میریم برای وارد مرحله بعد میشیم که مرحله چکشکاریه. مرحله بعد چیه؟ من یه دو دیگه آقنو بندازم. گو خوردیم حساب نیست، من ببندم. نفر مقابلی که داره به آیتم رفیق چکش میزنه باید به حد مرگ چکش بزنه، فهمیدین؟ آره. یعنی که اینا الان من میارم اینجا چکش از تو کیفم در میارم. نمیدونم به خاطر اینکه باده سخته این فعالیت انجام دادن یا باده اینکه لباس گشاده. نه باده. یه دونه فقط ضربه. ولی اون یه دونه ضربه باید کارشو تموم کنه. 3 2 باشی تموم شد. 3 2 اوه شیت هیچ چیش نشد، فقط صاف شد. اوه شکست. یه ذره بیا نزدیک. بهترین جانو داره میزنه. اوه شیت برو. اوه رسیدی توش. رسید. دهنتو سرویس. وسطشو بزنی گرفته. هامی آخری بیشتر خورد. آتیش اینطوری نفوذ میکنه توش. باشه من اصلا یه جوری ساختمش که آتیش نفوذ کنه توش. آره بریم واسه مرحله. ژل آتش‌ها در مقابل این 3 تا قرار میگیرن تا ببینیم که کدومشون از آتیش جلوگیری میکنه. داره آتیش میگیره، صداشو داریم میشنوین. چی بس ها؟ فکر کرد همینه؟ فکر کرد فقط روشو قرار آتیش بزنیم؟ دان خوب بریزی ها، بریز رو پارچه. خوب بریز رو پارچه. ببین اصلا نمیگیره. او گرفت. خب چسب برق آب میشه. آتیش هم میگیره تازه. 45 ثانیه دیگه مونده. آتیش سری داره به داخل نفوذ میکنه. وای چون یه پارچه خیس توه. تو پول آبم داده بودی؟ حوزه داشت میرفت. آره داشت میرفت تو آجی. آمیخ چی؟ برادر من تنها امیدم به اون ابر خیسیه که داخلشه. 5 ثانیه تمام شد. وقت اینه که تک تک اونا رو باز کنیم و ببینیم که تخم مرغ سالمن یا نه. ضربه‌ای که اینجا خورده بود فکر کن از مچاله شدن زیاد ترکیده باشه. وای قشنگ پمپرزش کرده آجی. اوه هنوز تخم مرغ داخل یه لایه دیگه است. کش سالمه. بازش کن آجی. تو سالمی قربونت بشم من. چه جوری؟ دیدم آخه خیس بودنش اینجا داره. آجی این اصلا خورده نکن. اوه خیلی ناراحت شدم. تو چه جوری آخه؟ آماده ریویل از این مسترپیس هستید یا نه؟ نداشت اون چیه؟ چی؟ گفتم یه قمقمه توشه. امکان نداره این چیزی شده باشه. قمقمه کردی توش؟ شکسته؟ شکسته؟ زرد شده. آجی زرد شده. گرونا شکستن. این چجوری شکسته؟ بچه‌ها مرسی که برای حامی چیزی سالم موند. اگه دوست دارید از این ویدیو بگیریم حامی رو بکشید. خدا نگهدار. اونو